خیلی خوش اومدی. خیلی خیلی خوش اومدی. این چنل خیلی متفاوته. خیلی با ویدیوهایی که تو چنل اصلی از ما می‌بینید فرق داره. اسمش هم هست با سمر. آقا سمر ترکیبی از سحر و مریمه. اینجا قرار اتفاقای خیلی متفاوتی که ما یهویی تصمیم میگیریم انجام بدیم و با شما شیر کنیم. کلا قرار وایبای خیلی قشنگ و حسای خیلی خوب ما دوتا رو که تو زندگی واقعی داریم با شما اینجا به اشتراک بذاریم. من دارم فکر می‌کنم. ایده ها رو داریم منتها نمی‌تونم بگم بچه‌ها. یه چیزی می‌خوام بگم نمی‌تونم بگم. دقیقاً. به دلایلی که خودتون میدونید نمی‌تونم بگم. خیلی خوشحالم از اینکه این چنل اولین ویدیو و کلا قراره همه ویدیو با تو باشه، مثل دقیقاً چنل خودم. چرا نمیتونم اینجا حرف بزنم حاجی؟ اصلا اینجا نمیتونم باکی. چرا بعد نمیتونی باکی نه ما باشه؟ باید همجوری خلا دیوونه باشیم، مثلا انگار نمیتونیم ملو باشیم. نه ها این یعنی چی؟ چی باشی؟ آها درستی. کروسان میخوری؟ کروسان شکلاتی. تو چرا اونور نشستی؟ روخ من این بره. بچه‌ها، تو چند خیلی بده که با دوست صمیمیت مشکل رخ داشته باشی. اینجا مشترکه. بس سنگ کاغذ قیچی کنیم. قانون چنل من اینه که من توی این رخ میشینم. قانون چنل سر اینه که اون توی این رخ میشینه. حالا توی این چنل به تفاهم خیلی میرسیم. اول ویدیو تو نشستی. قبول نیست بیا سنگ کاغذ قیچی. یه دو تا بار. سنگ کاغذ قیچی. نظر چیه بچه‌ها؟ ویدیو بعدی موهای مریم مثلا سبز کنیم. موهاتو پاییزی کنیم. نگاه کن. آقا واقعا حالا هدف اصلی این چنل چی بود؟ اینکه من در طی روز مثلا خیلی جا میرم. مثلا الان میریم خونه، من خونم یه جا بر نیست. مثلا الان رفتم خونه، فقط میرم خونه دستشویی میکنم. تاش یک ساعت. بعد مثلا اینجا میرم اونجا. اینجا میرم اینجا برم اینجا دیگه. اصلا آدم الان مثلا خواستی بگی خیلی بیزی هستی. واقعا خیلی هستم. میخوای بگی چی؟ بچه‌ها بعد واقعا که من آدم نیستم که اصلا تو بگی دیگه. من اصلا آدم نیستم که مثلا 2 ساعت خونه میمونه، من میرم خونه. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ تنها بچه افسردگی. من تنها ترین آدم روی زمینم. من بدبخت ترین آدم روی زمینم. الان مریم کجایی؟ عاشق ما شدی نه؟ و اینجوری هم که مثلا باید به یکی زنگ بزنم که مثلا اوکی تو کجایی؟ تو بیا یا من بیام. و کسی جز مریم چون نیست و نمیتونم یعنی به کسی جز مریم زنگ بزنم دیگه. مجبورم که مجبور چی؟ خود دیگه آخه همه رفتن من ماندم برم. ولی واقعا دوستای ما بودن که ما رو از چی؟ مثلا تمرکز. ولی واقعا این دوستای ما بودن که ما رو از بعضی از افسردگی نجات داد. البته بچه‌ها ما خیلی آدمای دلغکی هستیم، ما اینجوری هم نیستیم. مثلا ما خیلی رد میدیم بعضی وقتا. نه خب اون مثلا تایمای بعضی وقتا الان میگم مثلا این کروسان اینجا چه خنده داره که این کروسان اینجا. تو از همه الان قراره که الهه زیبایی اینجا بشه. خود این ویدیو قشنگ‌تر نشد بچه‌ها. یه گاز مشترک. خراب کردی ویدیو رو. نه خوشمزه بود. نمیبخشمت. می‌خواستم شات قشنگ بگیرم برای اینترو. آخه الان میلاد میگه ولی ما اصلا آخه این چه کاریه؟ افتر شاشینگ. خواستم بگم که دیگه مشکلاتی که من دارم و واقعا هر کی من نمیسازه اینه که بعد از اینکه دستشویی میرم و گشنمه. من همیشه بچه‌ها یا گشنمه. چقدر من بدبختم آخه. دستشویی دارم. مگه بهتون نگفته بودم با فوبی ارتفاع داره؟ مقال بالا اون گوشه وایسادی. این چای به نظر 3 نفره نیست. من اینو بخورم این دستشویی دیگه بعد برم بچه‌ها. الان من این با دست بخورم. من خیلی خیلی با کلاس هستم. قسمت مورد علاقه من. سالیمانه ولی زشته خوشگلشه برات میخرم. اونو میخوای الان؟ من نفهمیدم اون حیوان مورد علاقه تو چیه. اینو بخرم الان؟ بخر. چی؟ اینو برام بخر. خیلی بد. اینو بذار اینو از بذار. خوشم.
او چیه؟ اسکل سو سکسی. اما الان معدن کتونی فروشی من ایساییم. قرار نبود اینجا با کلاس باشیم؟ نه بیا مورد علاقم. نخریدی؟ زیش بود. یه روزگار کشکرت. با سمر حتما ساب کن چون قرار کلی اتفاقات دلی و قشنگ ببینیم. بچه اولش که سرداشت اینو میخرید گفتم نخرش چون گربات میخورنش، ولی بعد که فکر کردم اسم چنلمون علاوه بر این که ترکیب اسم من و توه معنیش خیلی قشنگه. ثمر نتیجه. چرا؟ بریم شهرداری شام بخوریم و کلی خرید کنیم. وقتی به من توی جغرافیا اعتماد میکنی معقول ماشین نیوردم. من با برنج، مریم رژیمی. حالا فاندید؟ خیر. بخورم؟ بخور. 50. مال من بود. نکن. آها یه ذره دیگه مونده از سهم من. خب شلوغ سفارش میدادی. بچه من میل میکنم منم کوفت میکنه باید میریم شهرداری. چه عجب دستت نلرزه. یعنی میخوام بهتون بگم تنها کسایی که اینجا دارن سیگار نمیکشن اسموکی نیستن فقط ماییم. الان مثلا منظور چی بود؟ فقط ما داریم یه گوشه غذامون رو میخوریم بچه‌ها. زندگی سالم. چه دخترها کباب با بوی سیگار. نعم. بچه اینقدر سرده کباب میشه. وقتی باهوشی مغزت کار میکنه همه چی؟ باهوشی مغزت الان باهوش تویی؟ کسی دیگه اینجا؟ برم بمیرم پس. تو همه جوره قشنگی. ما آمدیم خرید لباس. خوشگله. خوشگله برات. چون گلاب میاد. شبیه 12 ساله شدی. شاید هم 8 ساله. چند؟ روند کنی 2 تومن. بچه‌ها این چسموس خاله رو می‌بینید این اتومه دقیقاً همونو میخوام. چی کار کنی؟ میخوام باش موز بخورم. نه اون فکلای کوچولوی زشت میخوای اتو کنی؟ به عشقتون میخوام موزیشو بخرم. زرد. نه من بنفش دوست. آره اون خوشگل تر از همه. نه اینجا رو واسه چی دوست داشتی؟ تعطیله. تعطیله. من مخواستمش.
عطر دل. جدید مخواستم باز من یکم 4 تا چرت و پرت خریدم. این بچه دیگه هیچی نخرید. برم ساعت 11:30 شب. I need a WC. بریم چای بخوریم. I have a question. چرا اونجا که غذا خوری گفتم برو بشاش گوش نکنی گفتی نه دارم بعد الان کلی هم اطلاع میدم به هر جا تو برسون. اولین فرصت یه چکاپ کلیه و بدن و همه چی میره یه مشکل اساسی داری. وقتی یه کلیه هر دم به دقیقه کار میکنه یعنی که اون کلیه سالمه که داره خوب نه کار اون میکنه. ترشو داری میخوری داره دفع میکنه نه. اصلا سالم نیست. هرچی نیست. به مناسبت اینکه سحر شاش داره چای داریم میگیریم که بیشتر چی دقت کردی اصلا آدم شاشش ثابت بگیره. نکردم. اصلا نپرسیدم تو چی میخوری. هرچی خودم میخواستم. خب چرا من میدونم تو میدونی من چی دوست دارم چای زعفرانی